آمدن پیش یه بزرگی گفتن که ما توفیق تهجد نداریم، توفیق اشکباری هایی که تو تهجد نصیب دوستان خدا میشه نداریم، شبا اون طعم ربنا هایی که نصیب دوستان الله تعالی میشه ما نداریم. چرا نداریم؟ اون بزرگ جواب قشنگی داد، گفت روزها اونطوری که خدا میخواد زندگی نمی کنید، لذا شبها تو وقتهای خصوصی الله در توفیق رو به روی شما باز نمیکنه. اون وقت خصوصی با دوستان خداست. طول روز با معصیت ها، بدی ها، زیر پا کردن حقوق بندگان خدا، شکستن حدود خدا زندگی کردی، حالا شبم میخوای خدا اون وقتی که دوستان خودت رو برای مناجات خودش میاره تو رو هم بیاره؟ بنابراین شیرخواره چون زدای بگسلد، قطعا و یقینا هر جا بر علیه نفس به خاطر خدا حرکت کردی، هر کجا نفس رو به خاطر خدا پامال کردی، نفس رو به خاطر یه لذت حرام سرکوب کردی، قطعا و یقینا اون طرف الله تعالی به تو یه چیزهایی در عالم دل میده، دل رو غنی میکنه، دل رو پر حلاوت میکنه، دل رو پر شیرینی میکنه، دل رو پر از خوبی ها میکنه. شیرخواره چون زدای بگسلد، لوتخواره شد مرو را میهلد. اون موقع لوتخواره میشه، یعنی غذاخوار میشه، سفره‌های رنگارنگ جلوش پهن میشه دیگه، حالا شیر رو میذاره کنار. همینی که دیروز با مجاهدت ها شیر رو گذاشت کنار، حالا سفره‌ها جلوش پهن شده، 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد بیا بهش بگو جناب کلی ما سرت خوندیم، مجاهده کردی تا شیر رو ول کردی و حالا شروع به غذا خوردن کردی، بیا یه کاری کن، نمیخواد، برو همون شیر تو بخور دیگه، از من غذا نخور. بعد 1 سال بهش بگو میکنه این کارو؟ نه. یه مرتبه انسان این حلاوت ایمان رو بچشه دیگه ول نمیکنه. یه دفعه اهل محبت انسان بشه، اهل ارتداد دیگه نمیشه، چون خدا در مقابل اهل ارتداد اهل محبت رو بیان کرده. این تقابل نشان از اینه که اهل محبت اهل ارتداد نمیشن. این نشانه اینه که یه مرتبه اگر انسان به معنای واقعی اهل محبت خدا شد و طعم محبت خدا رو چشید، دیگه به سمت بیوفایی و به سمت ارتداد نمیره، از سوء خاتمه حفظ میشه. من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اینجا اهل محبت، اونجا اهل ارتداد بیان شده. این تقابل نشان از اینه. استاد ما میفرمود حضرت مولانا حکیم اختر که اهل محبت دیگه اگه به معنای واقعی اهل محبت با خدا بشن، یحبهم و یحبونه، دیگه اهل ارتداد نمیشن، ایمانشون حفظ میشه. حالا همونطوری که اون شیرخواره که با مجاهدت ها شیر رو ول کرده، بعد که حالا غذا جلوش پهن شده، بعد 1 سال بهش بگی جناب غذا رو ول کن برو شیر تو بخور، هرگز قبول نمیکنه. همونطور انسانی که حلاوت ایمان رو یک مرتبه چشید، بعد از مجاهدت ها، بعد از ریاضت ها، بعد از تلاش ها، الله دروازه حلاوت ایمان، دروازه حیات طیبه رو بروش باز کرد، دیگه هرگز حاضر نمیشه که از اون دنیای نورانی و قشنگ به این عالم برگرده، هرگز نمیخواد. بسته شیر زمینی چون حبوب، مولانا میگه مثل حبوبات که غذاشون از همین خاکه، غذاشون از همین عالم مادیه، تو هم مثل همین حبوبات شدی، تحت همینه و بسته همین شیر زمینی شدی، غذات از همینجا مواد زمینی به دست میاد. چون فتام خیش جو فتام خیش از قوت القلوب. مولانا میگه بیا و قوت القلوب خودت رو، غذای دل خودت رو از این فتام و جدایی ها بگیر، اینا رو ول کن و به اون غذای دل بچسب، دل رو تقویت کن، دل رو رشد بده، یه مدتی دل بشه اولویت زندگیت، دل بشه هدف اصلی زندگی. الان ما هدف اصلی زندگی ما شده چه؟ شکم. کامیابیم اون روزی که احساس کنیم بهترین ها رو خوردیم.
احساس بدبختی میکنیم اون روزی که چیه؟ یه وعده غذا کم بخوریم. ولی معیار خوشبختی و بدبختی امروز شکم شده. خوب بخوره، سیر بخوره، چرب بخوره، اون روز میگه فستا و رب الکعبه. اینو رستگاری میفهمه. چی شده؟ امروز من غذا خیلی خوشمزه خوردم، نمیدونم گوسفند تنوری خوردم، پشت سرش نمیدونم فلان سالاد و فلان غذا رو خورد. امروز دیگه اون روز خوب بود. فرداش اگه یه وعده غذا کمتر بخوره ماتم میگیره، احساس میکنه که دیگه چه همه چیزو از دست داده. چی شد؟ امروز من غذام خوب نبود. حالا که مولانا میگه بر دل عاقل هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم بود. ما امروز از شکمامون لقمه کم بشه ما رو غم ور میداره. تو خیر القرون اگر از باغ دلشون خلالی کم میشد اونا رو غم ور میداشت. حنظله از خانه زده بینون، داد میزنه میگه منافق شد حنظله، منافق شد حنظله، منافق شد. یه صحابه رو میبینی چی میگی تو؟ خودت به خودت میگی منافق؟ گفت بله، من وقتی تو مجلس رسول الله هم حال دلم اینه، کیفیت ایمانیم اینه. وقتی از مجلس رسول الله فاصله میگیرم میرم کنار زن و بچم حال دلم بد میشه، عوض میشه. اونی که تو مجلس رسول الله بودم دلم اون نیست. این علامت نفاقه. چون حال دلش بد میشه دنیاش ظلمانی شده، دنیاش پر غم شده که چرا دلم خلالی ازش کم شد. بعد اونو تسلا میدن نه، این علامت نفاق نیست، این یه چیز طبیعیه. دلتون مجلس رسول الله رشد میکنه کیفیاتش و اونجا برات خیلی چیزا آشکار میشه. اگر اون حال دلی که اونجا داری تو خیابونا میداشتی ملائکه باید تو خیابونا مصافحه میکردن. نه این طبیعیه، نگران نباش. ببینید صحبت اینه که صحابه نگران دلاشون بودن. یه ذره حس میکردن خشوع و خضوع تو نمازم کم شده. صحابه داره نماز میکنه، تو اثنای نماز باغش پر میوه پر محصول شده، پرنده تو این درختها گیر کرده، از پس پر میوه است، پرنده نمیتونه در بره. خب این خیلی قشنگه برای کشاورز که باغش انقدر محصول پیدا کرده که پرنده توش گیر کرده نمیتونه در بره. یه لحظه گرفتار همین صحنه زیبا شد که باغم امسال پر محصول شد، تو نمازش سهو آمد. اون خشوع و خضوع نماز یکم کم شد، توجه الی الله در نماز یکم پایین آمد، غیرت دینیش به جوش آمد. این باغ موقعی که من با خدا هم کلام بودم، موقعی که من باید دلمو به خدا میدادم، موقعی که غیر خدا نباید تو دلم می بود، موقع نماز، چرا توجهم رفت سمت این باغ؟ این باغ دشمنه، من اینو نمیخوام. غیرت دینیش باعث شد پیش رسول الله آمد، گفت این باغ حال دلمو خراب کرد، خشوع و خضوع نمازمو خراب کرد، توجه الی الله رو از من گرفت، من این باغ رو در راه خدا صدقه میدم. صحابه نگران دلهاشون بودن. اگر یه ذره حس میکردن از باغ دلشون خلالی کم شده، ذره ای از باغ دل، از اون خشوع، از اون خضوع، از اون حضور، از اون توجه، از اون محبتی که با ذات الله دارن، ذره ای کم شده، هزار غم بر دلش می آمد. چه شد؟ امروز کیفیت ایمانی حال دلم بد بود، امروز غفلت آمد، امروز اون توجه و حضور قلب با الله تعالی نبود. این عاقله. مولانا میگه بر دل عاقل، اونی که هم و غمش منتهای فکرش فقط شکمشه، دور از جمع ما، دور از جمع ما، اون حیوانه. همه کامیابی ها و ناکامی ها رو خلاصه کرده تو شکمش. به تعبیر مولانا میگه فکر اوخور دارد، فکر آخر ندارد. همش دنیاش خلاصه شده تو همون چی؟ اوخورش.